از برادر عزیزمان جناب آقای استاد رجبی خواهش می شود در جایگاه تشریف آوردن و تا حاضرین در این مجلس را با بیانات خود به فیض رسانند. تا تشریف آور ایشان در جایگاه صلوات. اللهم صل علی بیشتر محفل و سلامتی وجود خودتان و خانواده هایتان صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گمان کنم که کمی مانده شده باشیم. طبیعتا این محافل و مجالس فرصت زیادی می طلبد و طولانی شدن مجلس هم تا حدودی خلاف عادت است، ولی در طول یک سال یک مرتبه دور هم جمع شدن، اون هم به خاطر تجلیل بزرگ مردی که برای آرمانها و اهداف ارزشی ما و شما جان خود را فدا کرد، قابل تحمل است. سابقا در کابل می گفت که سودای آخر یا نقص است یا فایده. عالم نوبت ما چون کمی ریش سفید شدیم در آخر جلسه قرار میگیره، من نمیفهمم که نقص کردیم یا فایده. طرف فرصت وقتی که میبینم حس میکنم که فایده کردیم، به خاطر اینکه تا ختم مجلس که 5 باشه و قدر من نیاز نیست که انرژی مصرف بکنم و وقت شما را بگیرم. اما طرف مسئولیتم و ای که مرا به عنوان پیرمرد جلسه حساب کردن و ختم محفل را به من سپردن، فکر میکنم که تا حدودی تاوانش را باید تحمل بکنم. با ختم صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله. توکلت علی الحی الذی لا يموت بیده الخیر و هو علی كل شیء قدیر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بگونه‌ای که سروران محترم، حضار گرامی، خواهران و برادران عزیز استحضار دارند، محفل امروز به مناسبت 29مین سالگرد تجلیل از شهادت پرچمدار عدالت و انسان محوری در افغانستان، یعنی شهید بزرگوار استاد مزاری و یاران عزیزش شهید ابوذر غزنوی
افتخار دوران جهاد و مقاومت و شهید استاد ابراهیمی بهسودی، شهید ترکمنی، شهید اخلاصی و شهید لومانی و شهید غلام سخی، شهید سید علی علوی، سرباز گمنام و همیشه در کنار باوه برگزار شده است. باز هم به خاطر شادی روح آن شهدا صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجلس ارزشمندی بود. من از همون ابتدا از تلاوت روح بخش قرآن مجید انصافاً با صوت نیکوی قاری عزیز استفاده کردم و شما نیز و همچنین از دکلمه های حماسی و ارزشمند برادر عزیزمون جناب آقای نظری که به خوبی قرائت می‌فرمودند استفاده کردیم. خواهر جوان و امید جامعه ما با مقاله گیرا و درد آلودشان و محفل افتخار دادند استفاده کردیم. به خصوص از فرمایشات دوست دیرینم جناب آقای رضایی که انصافاً فرمایشات حماسی هم بود و مرا به یاد دوران جوانی که هر دوی ما جوانتر بودیم و در چنین محافلی مقاله می‌خواندیم، سخنرانی می‌کردیم و گپ می‌زدیم انداخت و تقریباً خاطرات 35 سال پیش مرا زنده کرد. حالا یک وقتی نپرسین که 35 سال پیش که توی قدر بودی حالا چند سال هستی قدر جوان موندی. برای 35 سال پیش هم من هم جناب آقای رضایی جوانتر از اینها بودیم، ولی خب حالا پیر شدیم دیگه، گوشه عزلت گرفتیم. شما لطف کردین، پارسال هم به ما افتخار بخشیدید و در خدمتتان بودیم. امسال هم افتخاری است که در خدمت شما هستیم و از این ناحیه من احساس خوشحالی میکنم. دو مناسبت امسال قرینه هم شده است. من صحبت‌هایم تا حدود پراکنده هست، خیلی رسمی و کلیشه‌ای صحبت نمی کنم. به همون خاطر متحیر هستم که این کمره ها و این دوربین ها چه قسم ایره به اصطلاح ایدیت خواهد کرد. یک دفعه از یک طرف گپ میزنم، یک طرف از یک شاخ دیگه گپ میزنم. قاعدتاً اینطور نباید باشه، ولی من بس که با مخاطبینم احساس خودمانی میکنم، شیوه و روشم همین است. به اصطلاح چه کنم درس دیگر یاد نداد استادم، من شیوه صحبتم همین است. به هر ترتیب دو مناسبت قرینه هم شده است. مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان که احتمالاً فردا اول رمضان باشد، گرچه در جنتری ها و تقویم ها روز سه‌شنبه را گفته‌اند، و مناسبت دیگر هم تجلیل از شهادت شهید مزاری. من هر دوی این مناسبت را خدمت شما عزیزان تبریک میگویم و همچنین شهادت را تسلیت میگویم، گرچه شهادتی را که شهید مزاری داشتند خیلی قابلیت تسلیت ندارد، چون ایشان به ما مکتبی را جا گذاشتند که در اون مکتب ما صدها و هزاران جوان را پرورش داده ایم. امروز مزاری و اندیشه مزاری تنها نیست، فراگیر شده است در اقصا نقاط
دنیا و جهان در چنین روزهایی شاهد چنین محافلی هستیم. این به معنای ارجگذاری به مزاری و مکتب مزاری است. بنابراین این مکتب روز به روز خروشان خواهد بود و با مانند چشمسار لاینقطع من معتقدم که تا قاف قیامت خواهد درخشید و این ارزش کمی نیست. مولانای روم شعری داره که میگه دی شیخ با چراغ همی گشت دور شهر، کز دیو و درد ملولم و انسان ما روزوست. گفتند یافت می نشود گشته ایم ما، گفتان چه یافت می نشود آن ما روزوست. من برای این که وارد صحبت و گفتار پراکنده ام شوم میخواهم پیرامون انسان و انسانیت صحبت کنم که ما موجودات دفاعی که در کره زمین در چرخشیم و به نوعی جزء سرگردان ترین مخلوقات خداوند هستیم چه میکنیم؟ انسان وقتی که در صفحه نقش آفرین گیتی نقش بست و از جانب خالق نقاش آفریده شد و ملائک دستور داد که بر این مخلوق من سجده کنید. مشهور است همه ملائک بر انسان سجده کردند مگر ابلیس. شنیده اید در قرآن هست. پرسشی را که به ذهن من و شما میرسد این است که آیا ملائکه بر کدام انسان سجده کرد؟ آیا بر انسانی که امروز دستور قتل عام مردم بیپناه و بیچاره فلسطین را میدهد و هزاران انسان را نقش بر زمین کرده است و هزاران کودک را نه تنها یتیم بلکه بر خاک افکنده است؟ آیا ملائکه بر قاتل چنین انسانهایی هم سجده می کند و دستور سجده دارد؟ و یا انسانهای شب پرست و بی ارزشی که به ابتدایی ترین ارزش‌های فطری و طبیعی انسان حرمت نمی‌گذارد و سراپای وجودش در عشرت کرده و عیاشخانه و شب زنده‌داری ها به سر میبرد، آیا ملائکه دستور به سجده کردن چنین آدمی را هم داشته است؟ او هم انسان است. و یا انسان‌هایی که بدون ارزش نهادن به ابتدایی ترین متد اخلاقی جامعه تمام حرمت‌های انسانی و خانوادگی و ارزشی را زیر پا گذاشته و بر عنف و حرمت خانواده ها تعدی و تجاوز می کند و یا در قتل عام انسان‌های هم نوع خود مشارکت می کند، آیا ملائکه دستور سجده به چنین آدم‌ها و آدم نماهایی را داشته است؟ قطعاً چنین نیست، بلکه ملائکه بر انسانی که
ارزش‌های انسانی را پاس می‌دارد موظف به سجده بوده است. ملائکه بر انسان‌های آزاد اندیش و آزاد مردی که با سجده بر پیشگاه الهی راه عبودیت و بندگی و خلوص را در پیش گرفته و در مکتب الهی به مرحله کمال میرسد و در راه خدمتگزاری به انسان‌های هم نوع خود سراپا نمیشناسد دستور سجده دارد. آزاد مرد بنده درهم نمی شود، هرگز برای درهم نمی شود. ملائکه دستور به سجده به آزاد مردانی را دارد که برای درهم نشود و ممثل عینی او در عصری که ما زندگی می کنیم قطعاً شهید بزرگوار مزاری بزرگ است. ما دو واژه هموزن را در ادبیات میابیم و او وابستگی و وارستگی است. هر دویشان از لحاظ کلمه هموزن هستند. 6 حرف را در خود، یا اگر یایش رو بگیریم شاید 7 حرف رو دارند. دقت کنید، یکی وابستگی و یکی وارستگی. انسانهایی را ملائکه موظف به سجدهش هست که وارسته باشند، یعنی از خودیت خود رهیده باشند، به مرحله قربانی کردن خود برای دیگران رسیده باشند. این انسان وارسته است. و انسانی که در دور خود بپیچد، جز خود، خانواده خود، فرزندان خود و اطرافیان خود چیز دیگری را تصور نکند و یا در ذهنش نگنجد، او انسان وارسته نیست، او انسان وابسته است. وابسته به محیط خود هست، وابسته به خودیت خود هست، وابسته به منیت خود هست. و شهید مزاری وارسته بود. چرا؟ از خودیت خود، از خودبینی خود، از به خود اندیشیدن و برای خود فکر کردن و برای منافع شخصی خود تیتر و برنامه ساختن گذشته بود. شهید مزاری برای مردم خیش و برای جامعه خیش و برای ارزش‌های انسانی خیش و هم نوعان خود تلاش میکرد و دست از پا نمیشناخت. من با توجه به این که فرصت خیلی محدود هست و نمیخواهم وقت شما را خیلی بگیرم و عرایزم هم شاید متفرقه و طولانی تر باشد، خیلی به اختصار میخواهم از این مراحل بگذرم تا به آنچه که میخواهم بگویم برسم. میخواهم در بین تکریم انسانیت و ارزش انسانی تفکیک قائل شویم. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو یک رنگند، اما این کجا و آن کجا. انسان نماها در جامعه ما و در جامعه بشری کم نیستند، اما در بینشان انسان پیدا نمیشه. قسمی که عرض کردم به قول مولانای روم، اون چرا که یافت نمی شود ما دنبالش سرگردان هستیم و او انسانیت است. ما 29 سال است که مزاری را از دست دادیم و 29 سال است که در فراق مزاری اشک و ماتم تحویل جامعه می دهیم و در حسرت فراق مزاری هستیم. من پارسال خاطرم هست گفتم کسانی که در
هنگام شهادت مزاری به دنیا آمده اند امروز 28 ساله شده اند. اگر 2 ساله بوده اند پارسال 30 ساله شده بودند. کسانی که پس از مزاری به دنیا آمده اند و در خیل جامعه و مردمان ما پیوسته اند و جزء اعضای خانواده ما هستند و پس از مزاری به دنیا آمده اند امروز در حسرت حضور در کنار مزاری و یا شنیدن یک کلام از زبان مزاری مویه می کنند. این یعنی فقر، این یعنی ناتوانی، این یعنی سرگردانی یک جامعه در قبال نیافتن شخص بدیل چون مزاری. ما در دوران مزاری، قبل از مزاری، بعد از مزاری مدعیان رهبری در جامعه را کم نداشته و نداریم. اما شما بیایید برای من نشان بدهید که کدام یک از رهبران گذشته و موجود و یا حتی متاسفانه فردای جامعه ما میتواند بسان مزاری وارسته باشد. ارزش‌هایی را که مزاری در وجود خود پروران و در مکتب اسلام خود را تربیت یافته تلقی کرد و در دامن مکتب علی پرورش یافت، شما بیایید برای من نمونه بدهید و بگویید فلان کس قرین به اهداف مزاری است، نزدیک به اهداف مزاری است، نزدیک به مرام مزاری است. برای این است که ما در فراق مزاری گریه میکنیم. ما در طول 29 سال پس از مزاری شاگرد واقعی مکتب مزاری را نیافتیم. مدعیان رهبری در جامعه ما کم نبودند، اما خصلتشان نه تنها وارستگی بلکه وابستگی بوده است. وابسته به خیش، وابسته به کرسی و چوکی خیش، وابسته به خانواده و منطقه و عشیره و اطراف خیش بودند. من هیچگاه منظور مشخص و معینی را ندارم. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل در میان رهبران و کسانی که مدعی رهبری در جامعه ما بوده و هستند شما کم نمیابید کسانی را که صرفاً در حلقه و اطراف خود چرخیدند. اگر چنین نمی بود سرنوشت ما به اینجا کشیده نمی شد. ما این رنج فراق مزاری را با خود تا قیامت نمی بردیم. لااقل جایگزینی به جای مزاری می داشتیم. در یک قشله و فرقه اگر احیانا نگهبانی و سربازی و شب زنده‌داری بر اثر یک حمله نابود می شود، کشته می شود، شهید می شود، فوراً اون قشله، اون فرقه، اون مردم و اون مجموعه جایگزینش را ایجاد میکنه که از حریم و اطراف و اکناف اون فرقه و سربازخانه محافظت کند. اما ما متاسفانه هیچ گونه جایگزینی را نداشتیم. مشکل جامعه ما این است، ما دیگر مزاری تولید کرده نتانستیم. علتش این است که ما به معنای واقعی کلمه به اون انسانیتی که در خور شأن یک انسان و یک رهبر است و اون وارستگی را که لازمه رهبر است در رهبران خود و لیدرها و مدیران جامعه خود نیافتیم. این عمومیت دارد در افغانستان، در بین برادران تاجیک، در بین برادران پشتون، در بین برادران ازبک، در بین هزاره های خود ما. هیچ کس را با دوربین شبین هم نمیتوانید پیدا بکنید که اون ارزش ها و اون خرد و اون
از خودگذری و فداکاری و اون دوراندیشی رو که شما امروز در فراق شهید مزاری بر او غبطه میخورید پیدا کنید، نشانم دهید. چرا به اینجا رسیدیم؟ دو سوال را من میخواهم امروز برایش در کنار شما و با شما پاسخی برایش جستجو کنم. یکی این که چرا به اینجا رسیدیم و یکی این که چطور خواهد شد. چرا به اینجا رسیدیم؟ برای این است که وارستگی شهید مزاری را ما نتوانستیم در میان جامعه خود احیا کنیم، پرورش دهیم، رشد بدهیم. هیچ کس از خانواده خود نگذشت. هیچ یک از پول و چوکی و قدرت ظاهری و اون اریکه مدیریتی که در اختیارش اون هم به خاطر خونبهای شهدای مظلوم میلیونی افغانستان به دست آمده بود عبور نکرد. درد جامعه ما این است. برای این است که ما به اینجا رسیدیم، مفلوک شدیم، باختیم، میدان را از دست دادیم و هر کس به عنوان بازنده ارزش‌هایی که مزاری‌ها برای او جانفشانی کرد در هر گوشه از این خطه و گیتی پناه بردیم و هیچ نگفتیم. این درد است. این رو به کجا ببریم؟ با کی بگوییم؟ چون با اون خرد و اون ارزشی که ملائکت الله بر انسان واقعی سجده کرد در خود و در جامعه خود نمیبینیم. فقر ما این است. اما مسیر مشخص است. خداوند میگه ما قرآن فرستادیم، کتاب فرستادیم، پیغمبر فرستادیم، مکتب اسلام را در اختیارتان قرار دادیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. من راه را برایتان مشخص کردیم، مسئولیت را برایتان معین کردیم. اما این که تو به مسئولیت و وظیفه خود عمل نمی کنی، گرگدا کائل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما به وظیفه خود عمل نمی کنیم که به اینجا رسیدیم. چطور خواهد شد؟ بعد از حادثه 11 سپتامبر به قول کابلی ها یک چپگرمکی اتفاق افتاد و ورق برگشت به نفع مردم و جامعه ما. تردیدی در این نیست که این هم مشیت الهی بود. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. حادثه 11 سپتامبر توفیق ارزشی و تکراری دیگری برای جامعه ما بود که بعد از باختی که ما در سالهای 71 و 73 در کابل داشتیم و مزاری را از دست دادیم، باز هم رحمت و سرشاری و چانس برای مردم ما رو کرد و این چانس به مدت 20 سال در اختیار مردم ما بود. از این چانس 20 ساله و از این موقعیت و ظرفیت 20 ساله‌ای که در اختیار مردم افغانستان بود، متاسفانه استفاده ارزشی و در خور شأنی که به درد نسل موجود ما و فردای ما بخورد نتوانستیم.
شنیدید میگه انسان مؤمن یک بار از یک سوراخ گزیده میشه، یک همینطور چیزی. من نمیگم انسان مؤمن، من میگم انسانی که برای انسانیت احترام قائل است. ژاپنی ها بعد از بمباران هیروشیما و شهر دیگه شان فکر کنم ناکازاکی باشه، در جنگ دوم جهانی تسلیم شدند. در واقع خود را بازنده حساب کردند در جنگ، اما از میان ویرانه های جنگ سر برآوردند و با بازخوانی وضعیت و موقعیت خود شرایط کاملا نابود شده و به انهدام رسیده ژاپن را دگرگون کردند و محوریت اقتصاد دنیا را از آن خود کردند و تا به امروز گل سرسبد اقتصاد دنیا و تاریخ است. گفت درست است ما در جنگ دوم جهانی مغلوبه شدیم و شکست خوردیم، اما راه پویایی و پیمایش اقتصاد در اختیار ما هست و اون مسیر رو در پیش گرفتن و امروز ژاپن را گل سرسبد دنیا ساختند. مردم خاموش و مردم پنسرنوشت من و مدعیان رهبری 20 سال فرصت کمی نیست. در این 20 سال شما چه کردید؟ چه گولی به آب دادید؟ جز این که به سر هم زدید، جز این که زمینه افتراق و ناامیدی را در جامعه خلق کردید. اگر پویایی نسبی در عرصه تحصیل را بر رخ ما بکشید، اون خیلی کار شما نیست. اون تلاش شبانه روزی خانواده ها به صورت انفرادی است که من نمیدانم پارسال گفتم در این جلسه یا نگفتم. اون تلاش اون گندنه فروش و سبزی فروش و اون تبنگی لیلامی فروشی است که 12 ساعت کامل در بازار یخبندان و سوزناک کابل ایستاد، گرسنگی کشید تا فرزندش در مکاتب و لیسه های خصوصی برود و از نان دسترخوان خود زد تا اینکه فرزندش به تحصیل برسه. شاهکاری توی رهبر نبوده که؟ اون ارزشی است که خود جامعه و خود خانواده در راهش فداکاری کرده و قربانی کرده. خاطر شریفتان هست در سال 2014 وقتی اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود گفت ما از افغانستان خارج میشیم، نیروهای ما دیگه افغانستان ایستاده نمیشه. این همین رهبرا در مجموع میگم از رئیس جمهور گرفته تا وکیل پارلمان شوخی و مذاق و بلوف تلقی کردند، در حالی که این یک واقعیت بود. امریکایی ها احساس ملال و خستگی در حضور طولانی و ماندگار در افغانستان را داشتند و بعد از هشدار اوباما در سال 2014 تا 21 7 سال تمام از او گپ اوباما تیر شد و در طول مدت 7 سال کسانی که مدعی رهبری و مدیریت جامعه بودند باز هم در خواب خرگوشی زندگی کردند و با بی‌خردی کامل هیچ گونه تقسیم اوقاتی برای پس از خروج نداشتند. از کی بنالیم و به کی بگوییم؟ اینها مصیبت کمی نیست، اینها تاوان کمی نیست.
در همین موقعیت جمهوریت کذایی که 20 سال از عمرش گذشت، بیشترین قربانی را ما دادیم در جامعه. اکثریت کورس ها و مراکز آموزشی مردم هزاره با کینه‌توزی و با دشمنی و با حسادت مورد انفجار و انتحار قرار گرفت. حتی به کودکستان و زایشگاه ما هم رحم نکردند. راه حل چی بود؟ هیچ. و در 15 آگوست که یوم الفراق قضیه بود و روز ختم واقعه بود، مردم بیچاره و زمینگیر و مفلوک افغانستان خبردار شدند که اکثریت وزرا، وکلا، رؤسا، رهبران احزاب به شکلی از اشکال همون اطرافیانی را که بهش وابسته بودند با خود کشیدند و رفتند و خیر تو را به خیر و مرا به سلامت، مردم را بیچاره با بیچارگی تمام تنها گذاشتند. این است که در حسرت مزاری ما می سوزیم. این است که میگیم احیا کردن و جایگزین کردن مزاری برای این جامعه بیچاره ناممکن شده است. قسمی که دوست گرانمایه هم جناب آقای انزایی هم اشاره کردن، مزاری هیچ چیز برای خود نداشت و نکاشت. این یعنی ارزش یک رهبر و یک مدیر. باخت ما در اینجاست. در 7 سال باقی مانده پس از هشدار ما هیچ کاری نکردیم. باید تاوانش را بدهیم و متاسفانه تاوان دادیم و تاوان کمی هم نبود. صلوات مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چرا اینطور شد را گفتم. متاسفانه شد. چی خواهد شد؟ امروز سرنوشت ما و جامعه ما در گرو یک مجموعه است که مدعی طلبه بودن و طالب بودن و تعلیم یافته در مکتب رسول الله است. افغانستان را تحت کنترل دارند. هر چی دلشان خواست حکم میکنند، محکمه تشکیل میده و مردم و جامعه را به اسارت گرفتند. راه برون رفت از این وضعیت در چیست؟ به باور من طالبان امروز یک کتله واحد و یک دسته واحد نیستند. من طالبان را به 3 دسته مختلف تقسیم میکنم. اکثریت دسته اول که اکثریت طالبان را تشکیل میده، طالبانی است که حیثیت عسکر ندارند، متعصب هستند، بی‌صلاحیت هستند، در عین حال مطیع هستند و دلشان خوش است که با فرمان طالب مافوق خود به عرش و مرش در سرک‌های افغانستان و کابل می‌پردازند. این دسته اکثریت در درون طالبان است. دسته دوم
دسته طالبان وطن پرست، افغانستان دوست، صلح‌خواه و در عین حال دورنگری هستند که حداقل برای سلامت و اطلاع جغرافیایی به نام افغانستان می‌اندیشند. در این تردید نکنید. این دسته هم در درون کتله طالبان امروزی موجود است. سومین دسته‌ای که در بین همین مجموعه طالبان که ما شاهدش هستیم موجودند و قابل تصور هست، متاسفانه دسته مخوف، مزمن، مضر، وابسته به استخبارات منطقه‌ای و جهانی است که اسیر همان هواهای نفسانی و تصامیم نابخردانه است که در سیاهچال منیت فرو رفتند و رجعان و برگشت اونها و دامن جامعه و مردم مشکل است و با تأسف باید گفت چون وابستگی اینها و قدرت‌های استخباراتی منطقه بسیار پیچیده و بسیار مستحکم است، مرکز ثقل اداره طالبان هم در دست همین کتله است و ما با این سه دسته از طالب مواجه هستیم. تصور بکنید که در هفته 40 میلیون دلار، نه 60 میلیون، میگن 100 میلیون، حالا بفرمایید 40 میلیون دلار در افغانستان تزریق میشن. این به خاطر خدا میتن؟ میگه هیچ پیشکی موش به خاطر خدا نمیگیره. چطور میشه که هفته 100 میلیون تا 40 میلیون دلار در افغانستان تزریق میشه، علی رغم اینکه در این جغرافیا و در این افغانستان به صورت ظاهری شکست رو متحمل شدن و سرفکندگی رو متحمل شدن؟ چطور میشه؟ ولی 7 میلیارد به ارزش 7 میلیارد اسلحه در افغانستان و صورت امانت در اختیار همین طالب گذاشتن. فکر میکنین که این حاتم بخشی به خاطر چیست؟ میگن نگر که خصم فسونگر چسان به کسوت دوست، نمک و زخم دلت زیرکانه میریزد. به هوش باش که صیاد خیره سر امروز برای صید تو در دام دانه میریزد. افغانستان دامگاه است و مردم و سرنوشت ما متاسفانه صید است و دلارهایی که به صورت هفته‌وار تزریق می شود و انبار تسلیحاتی 7 میلیارد دلاری که در افغانستان جا گذاشته‌اند، اینها دام است. دام برای کنترل افغانستان، دام برای مدیریت کشورهای اطراف افغانستان، دام برای صید و شکار میادین گازی که در اطراف جغرافیای افغانستان نهفته شده است. اهداف و مقاصد قدرت‌های استخباراتی جهان و منطقه بسیار دراز مدت‌تر و پیچیده‌تر از آن است که ما و شما تصور می‌کنیم. طالب‌ها به عنوان قدرت بالقوه برای اعمال
دسیسه ها و پلان های بیرونی در افغانستان و فرامرز و فراجغرافی های افغانستان هستند. راه برون رفت از این موقعیت دشواری که متاسفانه سرشت و سرنوشت ما را به اسارت گرفته است در این است که به اون گفته خان عبدالغفار خان پشتون اقتدا کنیم و همون طالبان میانه ای را که عرض کردم به عنوان حلقه میانه در درون طالبان هستند خطاب قرار دهیم و بگوییم که چته او زوایم چته هم بته هم بزیم چه زوایم چه زیم ام توای چه زیم نه بته نه بزیم. کسانی که زبان پشتو رو میفهمند شاید معنایش رو گرفته باشند. خان عبدالغفار خان یکی از افتخارات قوم پشتون در نوارمرزی افغانستان است. جزء استقلال طلبان شبه قاره هند بود که در کنار مهاتما گاندی برای استقلال شبه قاره در برابر انگلیسی ها مبارزه کرد و در سال 1986 فکر میکنم در سن 92 سالگی فوت شد و جنازهش را هم در شهر جلال آباد افغانستان آوردند و دفن کردند و هنوز هم مزار رجعت پشتونخواهان و کسانی هستند که به وجود خان عبدالغفار خان افتخار میکنند. او در این بیان مختصر و واقع بینانه و مفیدش میگه وقتی که تو بگویی که مستم و ما بگویم که مستم نه توی میمانی و نه می میمانم، اما اگر وقتی ما بگویم که تو هستی و تو هم بگویی که تو هستی هم مستم و هم تو هستی. بعد از 45 سال بیچارگی، دربدری، قتل عامها، ویرانی ها در افغانستان خطاب من از این تریبون گرچه این صدا نحیف است و شاید به گوش مخاطبان واقعی نرسد، اما خطاب من و شما به اون دسته از طالبان وطن پرست و وطن دوست و اون کتله‌ای که برای افغانستان و آینده افغانستان می اندیشد این است که به لیاز خدا بیاییم باز هم همدیگر را در آغوش بگیریم و این کشور که میراث آبایی ماست را به صورت مشترک از این مخمسه ها و شیطنت ها و فتنه هایی که در راه است نجات دهیم. و این تنها راهی است که در پیش روی ما باقی مانده. خود را وسیله کنترل و سبب توطئه ها و دسیسه های دشمن قرار ندهید. وطن برای همه صاحب وطنان عزیز است. افغانستان علی رغم تمامی تباهی هایی که متحمل شده است برای هر افغانستانی مام است، مادر است، میهن است و عزیز است. همان گونه که توی طالبی که گفتن در حلقه میانه قرار داری دلت برای افغانستان می تپد و می سوزد، دل من هزاره هم برای کشورم و ملکم و سرنوشتم و سرنوشت توی پشتون می سوزد. پس با توجه به
تجارب تلخ و ناگواری که در طول این 4 دهه شاهدش بودیم بیایید همدیگر را در آغوش بگیریم و واقع بین باشیم و مسیری را که پیشوای ما معین کرده است، شهید مزاری بزرگ آن مسیر را که واقع بینانه ترین هدف و آرمان برای احیای مجدد افغانستان است را در پیش بگیریم. شهید مزاری در بیان بسیار ساده و در عین حال اساسی و اصولی تبیین فرمود و گفت که برادران، حذف اقوام در افغانستان ناممکن است. اختلاف و دشمنی در بین اقوام برای افغانستان زهر است و فاجعه است. راه حل افغانستان زیست مسالمت آمیز و عادلانه اقوام ساکن در افغانستان در کنار هم است. ما با تأسی و پیروی از همین بیان می‌خواهیم شما را و برادران تاجیک را و ازبک‌های آزاده را خطاب قرار دهیم و بگوییم که تنها راه حل افغانستان همپذیری است و در کنار هم بودن و برای آینده افغانستان نقشه راه واقعی ترسیم کردن است. در غیر این صورت همه ما بازنده ایم، مثل این که تا به حالا بازنده بوده ایم. هیچ کس در افغانستان برنده نبوده است. شما فکر میکنید که دسته حاکم موجود که طالبان است ممثل و نماینده پشتونها هست و برنده هستند؟ نه. برای رسیدن به همین نقطه هم هزاران قربانی رو دادند و هنوز هم با تزلزل روزافزون زندگی میکنند و خودشان میدانند که با این شیوه و روش و متدی که در پیش دارند امکان بقا وجود ندارد. پس تنها راهی که باقی میماند این است که با حس وطن دوستی و با احیا و استمرار برادری و تحکیم اخوت در افغانستان راه همزیستی مسالمت آمیز را در پیش گیریم و طرح نو را ترسیم بکنیم که هم برای جغرافیای افغانستان و هم برای اقوام با هم برادر افغانستان مفید و مؤثر باشد. هیچگاه پشتون بدون هزاره و تاجیک و ازبک نمیتواند حکومت کند و نمیتواند زندگی کند و هیچگاه تاجیک ها بدون حضور ارزشی مستمر و قدرتمند هزاره ها و ازبک ها و پشتون ها در کنارشان و در عرضشان نمیتواند حکومت کند و نمیتواند زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. کما اینکه تجربه سال 71 این را به عنوان درس تلخ برای این عزیزان فهماند. و امیدوار هستم که بتوانیم از تجارب تلخی که در طول این مدت به تلخی آن را سپری کرده ایم عبور بکنیم و شاهد افغانستان آباد، آزاد، آرام و مطمئن برای زندگی باشیم. من بیش از این فرصت شما عزیزان را نمیگیرم. میدانم ملال و خستگی بیشتر را داشته اید. به این لحاظ پرحرفی های مرا ببخشید و یک بار دیگر فرارسیدن ماه مبارک رمضان را که ماه طاعت و عبادت
الهی است بر شما تبریک میگم و امیدوار هستم که عزیزان از لحظه لحظه این ماه معنوی که ماه باران رحمت الهی است بهره‌مند شویم و بتوانیم بندگان خوبی برای خداوند متعال باشیم و از فرصتهای این ماه برای تقرب و نزدیکی با خداوند متعال و خالق هستی بهره ببریم و انشاءالله در پایان ماه مبارک رمضان انسانهای مؤمن، متین و بردبار و مفید برای جامعه خود باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله. لابد چند تا دعایی هم در حق ما شما بر ما حق دارید و ما دعا میکنیم انشاءالله با آمین شما محفل خاتمه خواهد یافت. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما را ببخش و بیامرز، شهدای ما را غریق رحمت فرمای، شهید مزاری بزرگ و یارانش را و سایر شهدای مظلوم افغانستان، نوجوانان و جوانان کورس های ولی عصر و 12 امام و کاج و اطفال عزیز و نوباوه‌ای که تازه چشم به جهان گشوده بودند، همه آنها را در مرحله اعلی علیین با شهدا و صالحین محشور گردان. عاقبت همه ما را ختم به خیر گردان. صلح و امنیت دائمی را در افغانستان زادگاه ما و میهن دوست داشتنی ما مستقر فرمایید. مردم ما را از مصیبت ها، بیچارگی ها، ناتوانی ها و فقر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خدایا خداوندا به عزتت و به یگانگیت نجات ده. پروردگارا ما را با وظایف انسانی ما آشنا گردان، ما را با وظایف اسلامی ما آشنا گردان. خدایا خداوندا عزت و سربلندی را از آن مردم ما دار و بر ما ارزانی دار. بالنبی و آله اجماعاً صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینک از بیانات برادر عزیزمان جناب آقای استاد رجبی که از لندن زحمت کشیده و تشریف آورده در مراسم استفاده کافی و وافی را میبریم و بعد از سخنرانی ایشان تمام عزیزان خب با صرف غذای نزدیک به مناسبت سالگرد رهبر شهید تهیه شده است پذیرایی خواهد شد. از برادر عزیزمان جناب آقای استاد رجبی خواهش می شود در جایگاه تشریف